بچه ببینید اینجا ریسایکل انگلیسه. بعد ببینید مردم اینجا چون ما 2 هفته یک بار آشغالامون رو میان خالی میکنن از شهرداری جلو در خونه، مجبوریم اگر آشغال اضافه داریم بیاریم اینجا. هفتگی مجبوریم آشغالامون اینجوری مثل این آقا بگیریم تو دستمون بیاریم اینجا بریزیم خالی کنیم. بعد ماشینمون هم بو میگیره. یعنی خدا نکنه این اتفاق، این مسئله تو ایران، یعنی شما یک بار مثل این خانم، این خانم یک بار فقط کافیه شما مثل این خانم مجبور شید آشغالتون رو بیارید ببرید یه جا ریسایکل کنید، یعنی آبرو مملکت رو میبرید. نگاه کن ببین اینه این مردم لیاقت دارن، اگر آرامش دارن به خاطر اینکه لیاقتشو دارن. نگاه کن ببین آقا پیرمرد کارتون و کاغذ پاره آورده اینجا ریسایکل کنه. خدا نکنه این اتفاق تو ایران بیفته، یعنی آبرو مملکت. اینجا واقعا این چیزی که من دارم نشونتون میدم بچه‌ها، این چیزی که من دارم نشونتون میدم، بچه‌ای که اومدن خارج از کشور نمیخوان شما بدونید، این چیزایی که به شما نشون نمیدم. طرف یه جای قشنگ میشینه یه مشروبی میخوره نشون نمیده، وقتی که ببخشید داره کونشوری میکنه، شغلش کونشوریه، میره کون پیرمرد پیرزنا رو میشوره که فیلم نمیگیره به شما نشون بده. که میدونی چی بهت میگم؟